حاجی یزید چه امتحان سختی گرفته بود، شما ایکسو چند در آوردین؟ داش سعید نکبار تو، اون که ایکس نبود ضرب بود، تو چیو حساب کردی؟ وا یزید تو حاجی، از اون 4 تا سوال تا الان یکیشو اشتباه در آوردم. سعید 4 تا سوال چیه؟ 8 تا سوال بود، مگه برگ دومو ندیدی؟ برگ دوم چیه حاجی، مگه اون زیر دستی نبود؟ نه خره، کلا 8 تا سوال بود که ادامهش تو برگه دوم بود. رضا داداش چی داری ترامت میکنی؟ 12 تا سوال بود، مگه برگ سومو نگرفتی؟ جواد شوخی نکن ناموسن، مگه اون زیر دستی نبود؟ نه خره، کلا 12 تا سوال بود، ادامهش تو برگ سوم بود. حاجی نامرد چرا 20 تا سوال داده بود؟ آره دهن سرویس. اوه منم ریدم حاجی، اون برگ چهارم زیر دستی نبود. ولی نامرد این استاد امتحانو خیلی سخت گرفته بود، باور کنید این زنش دیشب بهش. آره حاجی آره. سلاطین همینجوری بخوایم بریم جلو همه درس‌ها رو میافتیم. پایه امتحان بعدی و معلم خصوصی بگیریم، اینجوری هوامونو داره، سوالام یه جوری ازش میگیریم. آره داش رضا، فکر خوبیه، منم موافقم. جاشم با من. کجا؟ میریم خونه شما. خب بچه‌ها، 2 معادله 2 مجهول. این درس خیلی شیرینه، اگر خوب بهش گوش کنید نتیجه میگیرید. سعی ایکس به اضافه سعید 1 ساعت از وقت کلاس گذشته، یارو هنوز هیچی راجع به سوالای امتحان نگفته. ببین میتونی سوالا رو ازش بگیری؟ اوکی حاجی، الان ردیفش میکنم. استاد جانم سعید جان. استاد تو این وقت باقی مونده از کلاس راجع به سوالای مهم امتحانم صحبت میکنین؟ که اینطور پس سوالای امتحانو میخواید؟ آره استاد اگه امکانش هست. پس بیایید جلو. جلوتر. بگیریدش. چی شد؟ حاجی فکر کنم سوالا کنسله، گوش کنید یاد بگیرید، حداقل این هم هزینه کردیم. آقا اینم که بدتر از قبلیه ریدیم رفت، فقط الکی هزینه کردیم. آره بابا، من که میدونستم به همین راحتی سوالا رو نمیده. باور کنید اینم دیشب بهش. آره. باز من خوبه فقط اون برگ اول رو سفید دادم، اون دوتای دیگه رو خوب پر کردم. سعید داداش تو کلا مغزو گذاشتی زمین ها، یه برگه بود سوالا، اون دوتا چرک نویس بود. یزیدشو. خب حالا امتحان بعدیمون چیه؟ فارسی داریم داداش. اوه پس اینو دیگه بشینیم بخونیم. داداش فارسی که دیگه کاری نداره، از بچگی داریم صحبت میکنیم. حاجی مطمئنی انقدر راحته؟ آره حاجی، من خودم بهتون میرسونم. یه برنامه بچینیم بریم بیرون یکم استراحت کنیم، من فارسیم فوله. اوکی داداش، فقط من گشنمه، بریم از بوفه فلافل بگیریم. بچه‌ها محمد بندری گرفته. ران. محمد وایسا. بچه‌ها همون بیرون بخوریم، نظرم عوض شد. پس داشت سعید امتحان فردا رو با امید تو این دیگه. آره داداش بهتون که گفتم، به قول معروف گر صبر کنی زغوره حلوا سازی. نه حاجی مسی یه چیزایی بارشه، خیالم راحت شد. بچه ها سر رو برگه خودتون باشه. سعید سوال 1 منادا کدومه؟ حاجی نمیدونم، بذار یکم تمرکز کنم. سوال 4 ردیف کدوم میشه؟ نمیدونم حاجی، سوالاش خیلی سخته. یزید تو مگه دیروز به ما نگفتی که فارسیت فوله؟
حاجی من بیشتر مکالمم قویه نه گرامرم. وقت تمومه، برگه ها رو میز. سعید فقط میتونم بگم که نکبار تو. خب به لطف داش سعید این امتحانمونم که سفید دادیم رفت. حاجی واقعا سوالاشون استاندارد نبود، من رو مکالمه بسته بودم. بچه‌ها زود ناامید نشین، شاید بتونیم این سه تا امتحانا تک ماده کنیم. حداقل میایید بندی‌ها رو بخونیم که کارمون به شهریور نکشه. آره تک ماده رو یادم رفته بود. ناموسن این جواد با اینکه کم زیر میزنه ولی حرفاش درسته، راست میگه. واسه یه بارم که شده بیایم بشینیم واقعا خودمون بخونیم. آره حاجی به قول معروف هر کنان از عمل خیش خورد منت حاتم طایی نبرد. حاجی این سعید امروز کونش میخوره. خب سلاطین گوشی موشه رو بذارین کنار که شلاقی بشینیم یه 3-4 ساعت بخونیم. آره بچه‌ها شوخیو بذارید کنار که بشینیم واقعا بخونیم. چقدر خسته شدیم. شیرین فکر کنم یه 2 ساعت الان رو کتابیم. حاجی کلا یه رو خوندیم. پشمام. ناموسن من دیگه نمیکشم، بریم 5 دقیقه استراحت کنیم یکم ذهنمون باز شه. جواد بپرون PS4 رو روشن کن یه دست شرطی با سعید بزنیم. آره یه دست بزنیم زود برگردیم پای درسمون. داش سعید با اینکه دست خراب دست منه سوراخت میکنم. تیم تو بردار بریم تو بازی. West. The action soon to get underway here at Old Trafford. I'm your match commentator Derek Ray. A few moments later. سعید داداش فلافلی که شرطی باختی و باید بدی ها. باشه حالا چقدر زود تموم شد. جواد داداش چند دقیقه بازی کردیم کلا؟ ستون الان 3 ساعته داریم بازی میکنیم. حاجی پشمام ریخته. بچه‌ها باید تاوانه این بازی کردنمون رو پس بدیم. تا صبح میشینیم میخونیم. کسی امشب چش رو هم نمیذاره. سعید پاشو داداش آب قطعه. رضا چی میگی نصف شبی بیدارمون کردی؟ باشه ان آقا فلافل تو میدم دیگه. فلافل انه سلطان امتحان امروز خواب موندیم. وای اینم افتادیم. بچه ها اینجا رو عکس بچه های ممتازو زدن رو دیوار. حاجی بابایی منم خیلی دوست داشت یه دفعه عکسمون رو دیوارای مدرسه ببینه. بچه‌ها بیاید اینجا رو ببینید عکس ما رو زدن. داداش باباتم به آرزوش رسید داره میاد بغلت کنه. Head on touch. Come on, go. Find it.